اوایل دبیرستان بود، یهو به خودم اومدم دیدم درگیر اعتیاد شدم. یه شب یه جایی بودیم، گوشیم زنگ خورد، گوشیمو برداشتم دیدم ناظم مدرسه‌مون بوده. اصلا خبر نداشت من معتاد شدم، به این وضعیت افتادم. گفت مبین میخوایم بریم کربلا، مدامون کنسل کرده، میای با ما بریم کربلا بخونی؟ گفتم آقا یه چند دقیقه دیگه خبر میدم. گوشیو قطع کردم. گفتم خب من که نه جایی دارم، نه چیزی واسه خوردن دارم، نه انگیزه‌ای. خب مفت دیگه، میریم اونجا، سنگم مفت، گنجشکم مفت، یه چند تا شعرم میگیریم واسه اینا میخونیم. رسیدیم روبرو گودال ابی عبدالله. همه نشستن، گفتن بسم الله بخون. من از لای اون پنجره‌های بالا این رقص پرچم ابی عبدالله یهو افتاد تو چشم، عین یک فیلم سینمایی. این تمام کارا این چند ساله اومد جلو چشام. همه میگفتم بخون دیگه. من هی به این پرچم نگاه میکردم، خجالت میکشیدم سرم، هر کاری میکردم جلو این فیلم رو بگیرم نمیشد. هی میگفتم آقا غلط کردم. دیگه اصرار گفتم نه نمیتونم، اگر میشه برید، من نمیتونم. اینا رفتم، منم رفتم یه گوشه نشستم، همچنان چشم به اون پرچمه. یکی زد رو شونم، یکی از این خدامای ایرانی گفت پسر سنگ اومد، میای کمک کنی خالی کنیم؟ گفتم خدامه بریم. کار تموم شد، خادمه اومد گفت دمت گرم، فردا شبم میای؟ گفتم خدامه. داشتن زیر قبه ابی عبدالله رو تعمیر میکردن، این شیشه کاری‌ها، این سنگا رو داشتن مرمت میکردن. گفت برو بالا داربست، تو هم کمک کن اینا رو بکن. اومدم بالا، دیدم این پایین پا این خانوما این هی صدا میکنن آقا یه ذره سنگ، یه ذره شیشه، یه ذره خادم. چشم افتاد به زری ابی عبدالله. گفتم آقا داری با هم چیکار میکنی؟ من تو چند روز پیش کنار چوب بودم. بهش گفتم میشه فردا شبم بیام؟ گفت آره بیا. فردا شبشم اومدم. گفت امشب کار نداریم. گفتم تو رو خدا. گفت کار نداریم اما من باهات کار دارم. از یه دالونی منو برد بالا، پشت یه در بسته رو به گنبد ابی عبدالله. گفت من میرم پایین، حرفاتو بزن بیا پایین، یه سوغاتی بهت بدم برو. من نگام به گنبد افتاد، سرم انداختم پایین، فقط یه جمله به ذهنم رسید. گفتم آقا من که از هور بدتر نبودم. دیگه نتونستم زیاد حرف بزنم، یعنی نخواستم حرف بزنم. اومدم پایین، این خادمه گفت اینم هدیه کار این چند روزت. یه سنگی رو برش داد، گفت این سنگ کنار قبر 70 و چند ساله ابی عبدالله است، اینم هدیه تو. ای جانم. روز آخر نزدیکای نماز صبح بود، کاروان گفت باید بریم. حالا من میدیدم رفیقام مامانشون زنگ میزد، خواهرشون زنگ میزد، رفیقاشون زنگ میزد، هیچ کی من زنگ نمیزد. یه جا به بعد دیگه خجالت میکشیدم پیش رفیقام، گوشیمو الکی برمی‌داشتم میگفتم آره منم خوبم میام، یه فردا برمیگردم. نزدیک نماز صبح بود، رفتم تو حرم قمر منیر بنی هاشم، هیچ کس نبود، یکی دو نفر. من نشستم کنار قبر قمر منیر بنی هاشم، یه جنازه‌ای رو آوردن گذاشتن کنارم. من یادمه یه مداحی اون موقع تو محلمون همیشه روزه ابوالفضل از آبروی ابوالفضل میخوند. گفتم آقا یک بار آبروی شما رفته، میدونید چقدر آبرو رفتم بده. من آبروم رفته، خسته شدم، میشه آبرومو برگردونی؟ بلند شدم، نمازو خوندم، اومدم، برگشتیم. خب من میدیدم همه موبایلا زنگ میخورد، کجایین، کی میرسین، چقدر مونده؟ منم باز الکی میگفتم نزدیکم، یه چند دقیقه دیگه. میدونستم کسی نیست. نزدیک اون میدونی شدم، من این پرده رو زدم کنار، دیدم خانواده من جلو همه واسطادن، گل و شیرینی و منو آوردن خونه. من تو شوکم هنوز، اینا اصلا نمیدونستن، خبر نداشتن. همه که رفتم، من یادم مامان داشت توی آشپزخونه این ظرفا رو میشست، اومدم پیشش گفتم مامان میشه بگی چی شده؟ گفت 3 شب یه آقای اومده تو خواب یکی از بستگان، گفت ما بخشیدیم، شما هم ببخشید.